در بوسنیا و هرسگووینا بیشتر از 6000 ساکن شهر بیلینا را که شاهد آبخزی بی سابقه شد به محله‌های امن انتقال دادند. در سیلو آبخزی زیاد بسیاری از گوشه‌های این کشور زیر آب مانده، 20 نفر هلاک شدند و نیم میلیون نفر دیگر بیجا شدند. لغزش خاک نیز ده‌ها خانه و راه‌ها را ویران کرده است. در سربستان نیز 8000 ساکن شهر آبرینووچ واقع در نزدیکی شهر بلگراد را از ترس آبخزی به محله‌های امن انتقال دادند. بعضی از آنها در سرپناه‌های موقتی در پایتخت سربستان زندگی می‌کنند. در سیل آبخزی‌ها در این کشور دست کم 17 نفر کشته شدند. 25000 نفر دیگر از منطقه‌های مرکزی و شرقی سربستان خانه‌هایشان را ترک کردند. در جمهوری تاتارستان روسیه 10 نفر در مراسمی 70مین سالگرد بادرغای توترهای نیم جزیره قریم در عهد دیکتاتوری یوسف استالین در زمان شوروی شرکت کردند. در این گرد همایی که روز 18 می در شهر نبرژنی چلنی صورت گرفت، 50 نفر حضور داشتند. در شهر قزان هم در چنین گرد همایی 20 نفر از جمله شاعران و تاریخ شناسان تاتار شرکت کردند. وزارت امور خارجه افغانستان گفت سفارت این کشور در ایران گزارش‌ها درباره جلب پناهندگان افغان به جنگ سوریه را تحقیق می‌کنند. سخنگوی وزارت در یک نشست خبری در کابل گفت تاکنون دلیل ثابت ندارند که این گزارش‌ها را تایید کند. بعضی از رسانه‌های غربی از این پیش گزارش دادند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران پناهندگان جوان افغان را برای جنگ در کنار نیروهای بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به این کشور می‌فرستد. در پاکستان طبیبانی جوان کشور روز پنجم است که به گرسنه‌نشینی ادامه می‌دهند. آنها طلب دارند که ساختار اتحادیه‌های کسبی دیگر کرده شود تا طبیبان جوان پاکستانی امکان رشد و رسیدن به مقام‌های بالاتر را پیدا کنند. طبیبان جوان گفتند تا زمانی که مقامات پاکستان طلب آنها را اجرا نکنند و کارشکنیشان خاتمه نمی‌دهند. در ولایت نارین قرقیزستان جشنواره بخشیده به حماسه منس برگزار شد. در این جشنواره که روز 18 می با تشبث حکومت قرقیزستان صورت گرفت، صدها نفر شرکت کردند. از جمله در فستیوال گروه‌های رقصی از روستاهای مختلف و سرایندگان داستان منس هنر خود را نمایش دادند.